سلام، من مهدی اکبری هستم با قسمت اول از سری آموزش‌ها و معرفی شیرالات مصرفی در صنعت تاسیسات در خدمتتونم. توی این قسمت میخوام شما را با شیرفلکه کشویی یا همون گیت والو آشنا کنم. این شیر برای قطع و وصل کامل جریان مورد استفاده قرار میگیره، یعنی یا کاملا بازه یا کاملا بسته. داخل این شیر قطعی متحرک به اسم گیت وجود داره که با بالا یا پایین رفتن مسیر سیال رو باز میکنه یا میبنده. شیرهای کشویی در حالت کاملا باز کمترین افت فشار را ایجاد میکنن، چون مسیر عبور سیال تقریبا مستقیم و بدون مانع. اما نکته مهم اینه که این نوع شیرها برای تنظیم دوی یا حالت نیمه باز مناسب نیستن، چون باعث لرزش، خوردگی و آسیب به گیت میشن. این شیر معمولا در خطوط اصلی آبرسانی، تأسیسات گرمایشی، سیستم‌های آتش‌نشانی و موتورخانه‌ها مورد استفاده قرار میگیره. این شیر میتونه از چدن، برنج یا فولاد در سایزهای مختلف تولید بشه. توی قسمت‌های بعدی با انواع دیگه شیرها و کاربردهاشون بیشتر آشنا میشیم. پس اگه به تأسیسات علاقه داری حتما پیج من رو دنبال کن.